حاج آقا امروز تعدادی از برادران ریزشی رو جمع کردیم که شما ارشاد کنین. حتی ساندیس هم دیگه اثر نمیکنه. رو سپاه یا بسیج فرقی نمیکنه هیچ کجا. خب اینجا وانستیم بحث رو با سوریه شروع میکنیم و گله که دستگیر شدن اینا رو واقعا از سپاه آورده بودن؟ بله آورده بودن، بله آمادهشون کرده بودن، گفته بودن با چیکار کنی چیکار نکنی. 30 نفر مأمور شدن ترور کنن. کاری هم کردن؟ اونا کارهای عمده انجام دادن. چرا از فرمانده ها بردن نه از بسیجی های معمولی؟ عمدن آورد که اینا پست داشتن، نقش داشتن، کارایی بود فقط اینا میتونستن انجام بدن و انجام دادن. پس چرا انفجار فرودگاه رو که اینقدر برای نظام مهم بود هنوز انجام نداده بودن؟ از اول شروع کردن تا دهمشان. اونی که اولویت داشت گذاشتن آخر سر. خب بحث عوض کنیم بریم سر نگرانی جدی ریزشی ها که میگن بحث جنگ و دعوای بالای نظامه. درست نگفتم. کیا تو این دعوا بودن؟ علما بودن دیگه. بله از کی؟ از اول شروع شد دیگه. میتونی نمونه های سگ دعوا رو بگی؟ یه روز که نمیشد نمبری بگیم. میگن لالیجانی با کفگرگی زده تو دماغ احمدی نژاد، احمدی نژاد با آرنج زده تو ترقوه لالیجانی. ما که نبودیم ببینیم چه جوریه. من چرا مقام عظما اینا رو ول کرده رفته صحبت از اقتصاد مقاومتی میکنه و یارانه ها؟ این دوتا رو پررنگ کردن که سایه بندازه رو اون دیده نشه. بله از بالای نظام بیایم پایین. بسیجی ها چرا گیج و ویجن؟ پول حروم اثرش همینه. با این توصیفات حال و روز مقام عظما چطوری هست؟ اشکال فدی هرده مشکل داره، باید بری چیز بزنم. این یه کمی کلی شد، در یک کلام بالاخره چطوریه؟ خاک بر سر افایر خاک. یا این چوریه. در بین راهکارهای فعلی برای مقام عظما کدومشو میپسندین؟ همون گریه از همه راحت تر، ارزون تر، بی اشکال تره. بله حاج آقا ریزشی زیاد داریم، من اینا رو با عزتون میبرم یه سری دیگه بار میزنم براتون میارم. ما خب الا ابنم ما خب مولا الله شبر